فامیل همیشه امروش بوده و هست به عنوان یک خواهر بزرگ، چون یک دختر با استعداد بود. اما به سوی او رفتنی هستیم، ما از آن هو هستیم و به سوی وی رفتنی هستیم. بهشت برین جای تمام گذشتگان حال اسلام. غم بزرگ بر دل آریانا سعید باری دیگر نهاد. آریانا سعید از جمله هنرمندان موفق کشور سال پار مادر عزیز خود را از دست داد و امروز با نشر خبر در صفحه اینستاگرام خود غم از دست دادن خواهرزاده خود را با عزیزان و طرفداران خود نشر کرد. آریانا سعید خواهر بزرگ خود امیده جان مادر نادیه ندیم که از جمله فوتبالرای نامدار افغان تبار جرمن است را در اثر یک حادثه ترافیکی از دست داده است. و آریانا سعید در صفحه اینستاگرام خود پیام تسلیت خود را چنین نوشته کرده است: خواهرک عزیزم، مادر دوم، نه تنها برای خودم بلکه برای تمام خانواده ما، زن قهرمانی که تک و تنها 5 فرزند قهرمان را من حیث دکترها، نرس‌ها، قهرمان فوتبال و قهرمان بوکس و جامعه تقدیم نمود. فرشته زمین من، امیده جان عزیز من، چطور باور کنم که دیگر با ما نیستی؟ خواهرک شیرین خود را که برای من جایگاه مادرم را داشت در اثر یک حادثه ترافیکی از دست دادم. قلبم از درد و غصه انفجار خواهد نمود. خواهر آریانا سعید از جمله آمیان وی در راه هنر بوده و همیشه آریانا را مانند مادرش حمایت کرده بود. وی در برنامه سراچه تلویزیونی طلوع در یک نوار تصویری از آریانا حمایت خود را اعلام کرد و سپاسگزاری از حسیب جان یازنه خود به خاطر حمایت آریانا سعید کرده بود. این در حال است که نادیه ندیم دخترش سفیر حسن نیت فیفا در جام جهانی قطر است و اکنون وی در قطر می باشد و اجازه ندارد که برای تدفین مادرش به لندن برود. به هر صورت ما برای تمامی گذشتگان آل اسلام بهشت برین را خواهانیم و برای آریانا جان سعید و تمام فامیلش صبر جمیل از بارگاه عزت منان استدعا داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را پیرامون این موضوع در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.